السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مشاهدین محترم و گرامی قدر، این منطقه تقسیم در استانبول، یکی از منطقه های مشهور استانبول. اینجا جای چیز میفروشن، جگوری. در نوارو بسیار کوشش میکنم همین زنکای لیچ نغلطن که بازم میغلطن، بخشش زیاد. انشالله کدامش که تونستیم کور میکنیم بسیار نمایان باشه. خلاص در منطقه تقسیم اینجا جای چیه؟ موزی پاک پایین بگیم زنکا بگذارم. این دوری قدیمی های سوار میشه میگرداند. دوری پیش مثل دوری پیش میگرداند به هر طرف. خب این منطقه یکی از منطقه های کهنه و اثری. این میدان های هم که منطقه مشهور های، برای همین آدم ها اینجا میویند تماشا وقت میگذرونن. مثال کدومی که ترکیه استانبول اومد منطقه بیا با یگان چی تماشا میکنه انشاءالله. مسجد در علاقه در منطقه تقسیم جای طهارت کنی شبینه بسیار یک عجایبات هایده. خوب اینجا میریزه، اینجا میریزه، اینجا قبض میشه، اینجا جمع میشه آب گرد و با گرد و اینجا میشینی طهارت میکنی. ماشاءالله نگاه کنی منظره را. مسجد در بلندی باور کنی یک عجایب. یک آدم میآید این مسجد نماز بخونه طهارت کنه، یک آرامشی در دل و در وجودش پیدا میشوه، سکینه پیدا میکنه، آرامش. با طهارت کردن گناهاش میریزن، با نماز خواندن گناهاش میریزن. اللهم اجعلنا من التوابین و اجعلنا من المتطهرین. این درون مسجد است. نمره چند بود؟ 66. يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض حقا وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.